سلام، امیدوارم عالی باشید، روزتون بخیر باشه. چه خبرها؟ اینقدر این مدت شلوغ بودم که اصلا نمیتونستم بیام با شما یه استوری بذارم احوالتون رو بپرسم و واقعا بچه چیزی که درگیرش هستم فوق العاده روم تاثیر گذاشته و خیلی خوشحالم از این مسئله. این کتاب هم بی ربط نیست، همزمانی به قول یونگ همزمانی خیلی مهمه. این کتابی دارم میخونم، نقطه شروع پشمام ریخته، 20 صفحه دیگه دارم تا انتهاش. حالا چی میگه؟ میگه که این کتابه نقطه شروع میگه که فاکتور صداقت کاملا بسته به محیطه. یعنی اگر شما دانش آموزان که شما شاید یه نفر خیلی آدم صادقی بدونید، اون توی موقعی که با شما در ارتباطه یا تو محیط دوستانه ممکن آدم صادقی باشه و همین آدم توی محیط خانوادگی اصلا آدم صادقی نباشه، یا یه کسی که تو خیلی آدم مهربونی میشناسیش ممکنه برای عزیزان خودش اصلا آدم مهربونی نباشه. بنابراین گفت که این صفت هایی که ما برای آدم ها میدیم، برای شناخت آدم ها بسته به محیط و هیچ ربطی به خصوصیات درونی اون آدم نداره. یعنی آدم ها در شرایط مختلف کارهای مختلف میکنن. یعنی شما یک آدم رو که داره با شما یه جوری رفتار میکنه ممکنه با هیچ کس دیگه اینجوری رفتار نکنه. بسته به یه سری فاکتورهایی که در محیط براش فعال میشه، مثل اینکه میزان تاوان دادنش چقدره، صمیمیتش با اون آدم ها چقدره، چقدر فرصت اینو داره که دروغ بگه یا هر چیز دیگه. در نتیجه بعد خیلی آزمایش‌های مختلفی رو میگه. برای همین این یاد هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست رو هم یادش افتادم، همین که فهمیدم ما نباید لیبل بزنیم به آدم ها، خوب بعدشون کنیم. آدم ها رو جدید ببینیم، خودمون رو جدید ببینیم، خیلی تأثیر گذاره بچه این توی دیدگاهتون و خیلی هم تأثیر گذاره روی آرامش شخصیتون. آروم مثلا من یه جوری بعضی وقتا با خودم صحبت میکنم، قبلا همیشه فکر میکردم باید با خودم محترمانه صحبت کنم، الان بعضی وقتا سر خودم داد میزنم. فاکتور نظام نهادینه میشه. نمیگم حالا خودم رو خورد و خاکشیر کنم، نه اصلا اینطوری نیست، ولی پدیده فعال کردن نظارت عجب چیزی. یعنی من اگه بتونم اینو تو همه مراحل زندگیم بسازمش، بازدهی میلیون ها برابر میشه. نظارت فعال کردن نظارت یه چیزای عجیبه دیگه. یعنی شما وقتی میری تو دل یه سری علما و میخونی یه سری چیزا رو، بعد میبینی اون شخصیت قبلی کی بود؟ من بودم؟ باور نمیشه چون تغییر.